روزگاری در دوردست‌ها پادشاهی زندگی می‌کرد که 2 فرزند به نام آریا و شبنم داشت. روزی برای سلامتی آنها جشنی به پا کرد. در میانه جشن ناگهان مردی غریبه با اسبی شگفت‌انگیز دیده شد. این اسب هدیه‌ای بود برای پادشاه. پادشاه از مرد غریبه خواست که ویژگی این اسب را به او بگوید و مرد غریبه شاه را بر اسب سوار کرد و به آسمان‌ها برد. آری، این یک اسب پرنده بود. شاه بسیار از این هدیه شگفت زده شده بود و به مرد غریبه گفت درخواستت را بگو اجابت کنم. مرد غریبه در ازای اسب پرنده از شاه ازدواج با شبنم را خواست، اما آریا با این ازدواج مخالفت داشت و دعوا و درگیری لفظی بین آنها در گرفت. اما مرد غریبه حیله‌ای به کار برد و به آریا گفت بیا تا پرواز با اسب رو به تو یاد بدهم. مرد غریبه کار با اسب را به آریا یاد داد، اما به او راه بازگشت به زمین با اسب را نگفت و آریا سوار بر اسب به آسمان ها رفت و دور و دورتر و دورتر شد. مرد غریبه که خوشحال بود از این که بدون حضور آریا میتواند تاج و تخت شاه را صاحب شود و به راحتی با شبنم نیز ازدواج کند، از این قضیه خوشحال بود. اما شاه و شبنم بسیار اندوهگین از دوری آریا بودند. آریا بسیار باهوش بود و پس از چند روز بالاخره راه فرود آمدن با اسب پرنده را یاد گرفت و بر نزدیکی قصری زیبا فرود آمد. آریا اسب را بر بام خانه بست و به داخل قصر رفت. از پنجره دختری زیبا را دید و محو تماشای او شد و دلباخته این دختر زیبا شد. دختر وقتی که از خواب بیدار شد و آریا را دید بسیار متعجب شد، اما آریا ماجرای خود را برای دختر گفت. این دختر که نازنین نام داشت او نیز دلباخته آریا شد و او را نزد پدرش که حاکم ثروتمندی در آنجا بود برد. حاکم از شبنم خواست که شهر را به آریا نشان دهد و این سرآغاز دلباختگی آن دو. آریا نازنین را از حاکم خواستگاری کرد. حاکم موافقت کرد و جشن مختصری برای آنها گرفت. آریا به پدرش گفت که نازنین را همراه خود آورده است. کنیزی این جمله را شنید، آن را به مرد غریبه اطلاع داد. مرد غریبه به دیدن نازنین رفت و به او گفت که از طرف آریا آمده است و او را سوار بر اسب پرنده کرد و به دور دستا برد، اما او را در جایی زندانی کرد. نازنین شروع به گریه کردن کرد، اما ناگهان صدای گریه او توسط مردی عیار شنیده شد و مرد عیار
دست نازنین و زدن چند ضربه بر مرد غریبه او را نجات داد. نازنین ماجرای خود را به مرد عیار گفت و مرد عیار نازنین را سوار بر اسب پرنده کرد و به نزد آریا برگرداند. آریا که از دوری نازنین مریض شده بود، با دیدن نازنین شفا پیدا کرد و نازنین ماجرای نجاتش توسط مرد عیار را برای او گفت. آریا به مرد عیار گفت تو بهترین صاحب برای اسب پرنده هستی و اسب پرنده خوشحال از این که بالاخره صاحب مناسبی پیدا کرده بود. آریا و نازنین نیز سالها در قصر شاهانه در کنار هم زندگی کردند با خوشی و شادی.